اینجا در غرب افغانستان در ایستگاه خط آهن روزنک هرات با حضور داشت مسئولان بلندپایه امارت اسلامی افغانستان و ایران پروسه آغاز اموال تجارتی میان دو کشور از طریق این خط آهن افتتاح شد. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در مراسم افتتاحیه این خط آهن گفت امارت اسلامی خواستار توسعه روابط گسترده با ایران به عنوان کشور دوست و برادر می باشد. گام امروز که در راستای خط آهن برداشته می شود تنها یک گام تجارتی و مادی نیست. به نظر ما این ربط و تماس بین دو کشور برادر شمرده میشه که با تداوم آن دو ملت با هم نزدیکتر، باورمندتر و پراعتمادتر میشن. کشورهای نزدیک و خصوص کشورهای مسلمان و همسایه ما، برادران ما که واقعا ما سرشان حساب میکنیم، همکاریشان بسیار قابل قدر است و موقع بسیار خوب برای همکاری بین دو کشور و دو ملت رسیده است. مسئولان اداره خط آهن افغانستان و ایران همچنان بر اهمیت اقتصادی و ترانزیتی خط آهن هرات خواف برای هر دو کشور تاکید نمودند. پروژه و انتقالاتی که امروز ما افتتاح میکنیم این تنها مربوط افغانستان نمیشه، مربوط منطقه و مربوط جهان میشه. امروز که قطار اینجا میرسه از ترکیه میرسه، یعنی فکر میکنیم که از اروپا میرسه، یعنی اروپا مستقیما به افغانستان وصل است. وقتی که ما از این نقطه به تاجیکستان وصل میشیم، تنها افغانستان به تاجیکستان وصل نمیشه بلکه ایران، چابهار، اصفهان، زاهدان، مشهد و تهران به تاجیکستان وصل میشه. وقتی که ما از نقطه واخان خدا کنه که ما به چین وصل میشیم، این تنها افغانستان وصل نمیشه بلکه ایران و منطقه به چین وصل میشه. تاریخی که با صدای صوت قطار ثبت میشه و سکوت تنهایی افغانستان رو میشکند. این صدای صوت قطار همان صدای کاروان‌های جاده ابریشم باستانی است، اما این بار بر روی جاده ابریشم آهنی و بر روی دو خط موازی. میگن دو خط موازی هرگز به هم نمیرسه، اما این دو خط موازی دو کشور رو به برادری و دوستی عمیق‌تری میرسونه و آغاز سرنوشت سازی و حیاتی برای دو کشور خواهد بود. روزنک امروز نقطه اتصال افغانستان به دریا خواهد بود، نقطه اتصال فرهنگ‌ها و باورها. از سوی هم والی خراسان رضوی با اشاره به گسترش روابط دو کشور گفت لازم است تا بر همکاری‌های مشترک بیشتر تلاش صورت گیرد. با توجه به ظرفیتی که در هر دو کشور وجود دارد، ما کارها و اقدامات و برنامه‌های بسیار مهمتر و بسیار اساسی‌تر و در سطح منطقه تأثیرگذارتری رو می‌توانیم با در دست دادن یکدیگر انجام بدهیم. خط آهن هرات خواف به طول 226 کیلومتر در 3 قطعه احداث شده است که 77 کیلومتر آن در خاک ایران و 149 کیلومتر دیگر آن در خاک افغانستان احداث شده است. راه آهن هرات خواف دارای 4 بخش می باشد که تا اکنون 3 بخش آن تکمیل شده و قطعه 4م آن نیز در آینده ساخته خواهد شد. اسماعیل صفا، رادیو حریت، هرات.